سلام به همه دوستداران و همراهان همیشگی کانال آینه تاریخ. توی این ویدئو قراره با هم بریم سراغ زندگی نامه یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین خواننده های قبل از انقلاب، کسی که اسمش برای خیلی ها خاطره است، بانو اهدیه. تا آخر ویدئو با ما همراه باشین و قول بدین این داستان شنیدنی رو از دست ندین. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدین، همین حالا از پایین همین ویدئو عضو بشین و زنگوله رو هم بزنین تا زودتر از همه از ویدئوهای جدید ما با خبر بشین. خب بریم سر اصل مطلب. اهدیه عزیز توی شهریور ماه سال 1328 به دنیا اومد. از همون بچگی، یعنی حدود 5-6 سالگی، عاشق خوندن بود و توی جمع‌های خانوادگی همیشه میخوند. مادرش که خیلی حامی او بود، پشت اهدیه ایستاد و بالاخره توی سن 8 سالگی راهش به رادیو ایران و برنامه کودک باز شد. اون موقع بچه‌هایی که توی برنامه کودک می‌خوندند بیشتر ترانه‌های خواننده‌های بزرگتر رو با شعرهای کودکانه اجرا می‌کردند. اهدیه توی این برنامه حدود 200 تا ترانه کودکونه خوند. یه عدد باور نکردنی، نه؟ ارکستر برنامه کودک هم واقعاً خاص بود. از بهترین و هنرمندترین نوازنده ها تشکیل شده بود که بدون هیچ پولی و فقط از سر عشق به بچه ها و موسیقی توی این برنامه شرکت می کردن. مثل سورنی معروف که آهنگساز برجسته‌ای بود و چند تا ساز رو خیلی حرفه‌ای می زد. مادر اهدیه نه تنها همیشه کنارش بود و راهنماییش می‌کرد، بلکه خودش هم ترانه سرا بود و شعرهای برنامه کودک رو برای اهدیه می‌نوشت. اون زمان رئیس برنامه کودک کسی نبود جز داوود پیرنیا، همون شخصیتی که بعدها برنامه معروف گلها رو هم پایه‌گذاری کرد. پیرنیا از همون اول گفته بود که این دختر یعنی اهدیه وقتی بزرگتر بشه حتما توی گلها خواهد خوند و همینطور هم شد. اهدیه وقتی فقط 14 سالش بود برای اولین بار توی برنامه گلها شرکت کرد، شاخه گل شماره 328. از همون سنین کم توی برنامه جوانان هم شروع به خوندن کرد و نزدیک به 30 تا ترانه برای اون برنامه اجرا کرد. نکته جالب اینه که اهدیه همزمان با فعالیت‌های هنریش درس و دانشگاه رو هم جدی دنبال کرد. توی رشته حسابداری درس خوند و لیسانس گرفت. علاوه بر اون به کلاس‌های خصوصی موسیقی هم رفت و سولفژ رو یاد گرفت. معلم سولفژش هم کسی نبود جز علی رهبری. دونستن نوت و خوندن و نوشتنش برای پیشرفت توی کار هنری خیلی بهش کمک کرد. از نکات جالب دیگه توی زندگی نامه اهدیه اینه که از همون نوجوانی صدای اون با چهره‌های معروف سینمای ایران هماهنگ میشد. یعنی مثلا صدای اهدیه پشت تصویر بازیگرهای مثل فروزان، پوری بناری، آذر شیوا، کتایون، فرانک میرخاری، فریبا خاتمی، جمیله مرجان و خیلی های دیگه بود. 19 ساله که شد به عنوان یکی از بهترین خواننده‌های رادیوی ایران توی جشن هنر شیراز شرکت کرد، فستیوالی که به ابتکار فرح پهلوی راه اندازی شده بود و کلی از هنرمندای بزرگ دنیا هم توش حضور داشتن. از طرف برنامه گل‌های رادیوی ایران، اهدیه و عبدالوهاب شهیدی انتخاب شدن تا توی این فستیوال اجرا داشته باشن. اجراها توی مکانهایی مثل حافظیه و سعدیه بود که واسه این جشن کلی تجهیز شده بودن. بعد از تموم شدن تحصیلات دانشگاهی به مدت 2 سال توی سپاه دانش دختران با درجه افسری خدمت کرد. با اینکه هم درس داشت هم خدمت، ولی اینا هیچ وقت مانع فعالیت‌های هنریش نشد. اتفاقاً توی اون سالها حسابی هم کار می‌کرد. سال 1354 یعنی 3 سال قبل از انقلاب رفت اسپانیا و به عنوان یه مهاجر بهایی اونجا ساکن شد. بعد از 2 سال با یه مرد ایرانی ازدواج کرد و حاصل این ازدواج 4 تا فرزند شد، 3 دختر و 1 پسر. از سال 1976 تا امروز اهدیه با خانواده‌اش توی مادرید زندگی میکنه.
خودش میگه که حدود 55 تا آهنگ توی دستگاه‌های مختلف ایرانی برای برنامه گلها اجرا کرده و نزدیک به 300 تا ترانه برای رادیو ایران. تازه اینا فقط بخشی از کارهاشه. بیشتر از 700 تا ترانه هم برای فیلم‌های فارسی خونده. همین باعث شده که اسم اهدیه هنوزم برای خیلی از نسل‌ها آشنا و زنده باشه. یه نکته مهم دیگه اینه که اهدیه هیچ وقت توی کاباره‌ها یا مجلس‌های خصوصی توی تهران فعالیت نکرد. همیشه با آهنگسازا و ترانه‌سرای معروف رادیو و تلویزیون کار میکرد، مثل جواد معروفی، همایون خرم، انوشیروان روحانی و خیلی های دیگه. اون زمان رادیو ایران کنسرت‌هایی توی کشورهای مختلف برگزار میکرد که اهدیه بارها توشون شرکت کرده. مخصوصاً کشورهایی که دانشجوهای ایرانی زیاد بودن، مثل آمریکا، کشورهای اروپایی، لبنان، افغانستان و چند تا کشور همسایه. حتی توی کشورهایی مثل افغانستان و تاجیکستان هم خیلیا اهدیه رو با فیلم‌های فارسی شناختن و عاشق صداش بودن. از ترانه‌های ماندگارش هم میتونیم به آهنگ‌هایی مثل عاشق شدن من، فرشته‌ها، همچون گذشته‌ها، خاطرخواه، استا کریم و کلی ترانه دیگه اشاره کنیم که هنوزم رو صفحه‌های گرامافون، نوار کاست یا توی سایت‌های اینترنتی پیدا میشن و گوش داده میشن. در مورد دوران بعد از انقلاب هم خودش میگه اون موقع بیشتر هنرمندا جمع شدن توی کالیفرنیا تا بتونن کار هنریشون رو ادامه بدن. از منم خواستن برن لس آنجلس، ولی من به خاطر هدف دیگه‌ای از ایران بیرون اومده بودم. بعدش هم با داشتن 4 تا بچه کوچیک ترجیح دادم کنار خانواده‌ام باشم، چون به نظرم تربیت بچه‌ها توی این دور زمانه از هر چیزی مهمتره. وظیفه اصلی من اینه که کنار بچه هم باشم تا وقتی که به ثمر برسن. البته گهگاهی توی بعضی نقاط دنیا اجراهایی داشته، ولی همین براش کافی بوده و همونطور که گفتیم چون بهایی بوده هیچ وقت بحث برگشتنش به ایران پیش نیومده و خودش هم علاقه‌ای به این کار نداشته. مرسی از این که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. نظرتون رو درباره این بانوی هنرمند پایین همین صفحه برامون بنویسین و اگه هنوز عضو کانال ما نشدین خیلی خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنین.